اینا با ما خواهش کردم که عبور همجا رو ما ببینیم گفته اینا حالا که همی بدیدنم بودم میفهمم بدیدنم میایه اینا دوستو عزیز تورات خونه سه وقتی که به خونه خدام ابراهیم خونه ابو جهل میگه همه نشون میده خونه ابو جهل. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته دوستان عزیز. اینجا مکه مکرمه حرم یعنی خانه خدا. این صلات جنازه میشه. طهارت خانه سه طهارت خانه من خیلی چون میدونم طهارت خانه سه طهارت خانه سه هی انا میشه دسته شما انا مکتب میگن نه پلیس کسانی که گم میشن انا میگه تو نم طهارت خانه سه تگانه می ساعت نم طهارت خانه سه اینجا نمیدونم بالای نمیاد میبروی اینجا خطوره کاینا کسانی که گم میشن ایتون نبروی طهارت خانه سه اینجا همه حاجی ها حاجی بیبی ها خواستم بخاطر شما من در این روزا تا 5 نفر هم شد که یافته در سایباشون 2 دل برگردن. اینم تگی ساعت طهارت خانه سه تمام یک اون گپ نیست. اینم جمعی بالای این بلنده کدا انتظار میشی همه جایی که گم میشن اینجا چه خیلی گفتم اینجا پلیس هست. اینجا پلیس همین نامنویس میکنی در 1 مینوت یک جایی که باشن میورن اینجا میمونن و تلفن تون گم میشه حاجیا گم میشن همش ما یک تا در این برنامه میفهمونم پیگیری برنامه ما باشد همش میفهمونم که کجا برین چیکار کنین تلفنتون کلیدتون یک جا میبینید. اینا دوستان عزیز طهارت خانه سه وقتی که به خانه خدام ابراهیم میای اینا طهارت خانه سه او طرف شم نوشته نمایون کما اون این همجا اینمی پلیس اینمی نومش مکتب میگین همینجا میای اینجا هم گمشدگی اینجا همه کسانی که گم میشن اینجا میوین شما در راو خلاصه گپ وقتی که حاجی گم میشه یا که حاجی بیبی زن باشه میگه نیسا گم نیسا هم صورت نشون میده میگه نیسا گم. البته که همین کدام ملیسه میبینید هم فرماشون که مقصد وینی یا که ملیسه باید البته که در صورت نشون بده مراجعت کنی که نیسا گم بگو تمام وای خودشون میفهمن گم میشه نیسا دفتر قلم کتاب همش هم چیزای خمونه این طهارت خانه سه جایی که بگیم با همین لحاظ خمون دادن پاپولار نی جایی ده طهارت خانه سه کم کسی گم شد البته همینجا میوانش انا بعد همین اومدی نیسا گم بگو نشون بده و در چی نمیگیرن اینترنت چون نمیپرته خودشون دورانده یا مینوت یافته میتین اگر که همین کارو نکنین شما ماهاش خطی بکنین نمیوین باید در راوده همین بیاین مراجعت کنین در مقامات ملیسه‌هاشون این مثلا نه ملیسه‌ای که ایستادگی نمیجا اینا نه با اینو میای در راو میپرسی خب با چی گپ انا که بعد تلفن گم میشه چی در درون حرم چی در بیرون در جایی که باشه گم کشید چیکار میکنی راست ما شما دا نشون میدم کجا برین از یک جا میرین اینا تگی ساعت اینا نه اونجا دارم طهارت خانه سه گفته که منم سوزا که میبینم طهارت خانه سه انا که میرم که جایی که اینجا بود جایی که یا که پدرت گم میشه که مادرت گم میشه تو نبرین انا طهارت خانه سه جایی یافتنه که پشتش ده پدرش ده بالنیسه بیمار باشه بالنیسه میبرن بالاش ده پلیس همون مکتب میگن هم مکتب ده همونجا ده البته که نامنویس کنین در آوده یافته میتین این بود برای جایی که گم میشن انا که تلفن و سومکه و مقصد چیزایی که همین ای دسته گم میشه انا که من شما دا میگم کجا برین خب یک جایی میرین من بنوار میگیرم پیشکش شما میگردم شما چیزتون که گم شد راست به همونجا برین البته سر گم شد تو بگیر همونجا میبرن همونجا میگیرین میریم همونجا این چیزا همش از سرم گذشت اینقدر آدمو قدیما رفت اومد کردم هیچ خدا دروغو نشم مگر یا 15 کس یافتم دا میام همین گپ زده رفتم که تاجیکی میگم آقا تاجیکی میگم ما گم شدم در رو یا مینودا یاستا سوی باشته میتین هم چرز ملیساشون و چرز خدمو همین او سونا کای فقط به شرطی که کم فکر کنی او سونا کای اینجا هیچ گم نمیشه همین اشاره خطی همه میفهمن اشاره بازی گنگک بازی که همه میفهمن و بعد از میرن که جای تلفن و هم چیزای لوازماتی که شما در دستتون دارین کلید داری اشکی داری چیزی که باشه انا که ما میرم شما دا نشون میدم اینجا
انا دوستان عزیز وقتی که میایی این طرف راست میایی ما برام خنشون دادم و بالا رو که همین بدیدنم بودم میفهمم بدیدنم میای اینجا اینا خونه خدا اینا اینجا یعنی پایان جای وای صفا مروه اینجا صفا مروه اینا به من نشون بدم شما دا اینا مودمایی که دستن ای صفا مروه برام دستن اینا مودمایی دستن ای صفا مروه هم میبرن میرون ما حاج راست خونه ابو جهل میریم خونه ابو جهل خونه ابو جهل یکم آشیانش طهارت خونه یکم آشیانش طهارت خونه دوم آشیانش انا مملیسه خونه که نشون دادم گفتم آدمای گم میشون دوم آشیانش برای هم آدمای گم شدن این طرف برای آدمای گم شدن ما شما نشون میدم برای آدمای گم شدگی و این طرفش چیز و چاره ای داشته سومکا پومکا که داشته گم شدگی همش در این طرفه این مقصد من تلفن ما گم میکنم میگم تلفن من ردمی نوت پرو 10 بود هم که یاشی کمی برورا پیشتر نوت پرو 10 را میمونه تخت دیبر میکنی میگی نمی بود میگه پرول شوی که بگی برام تا پرول شوی میکنی خودت باشه تمام خلاص میگیری میری خب خونه ابو جهل دوم آشیانش جایی که تلفناتون گم میشه چیزی که گم میشه همون جایی که ما رفتیم میبینیم اینا چقدر که گفتم ای صفا مروه این پایان اینا اینا دهن داری صفا مروه اینم دارن وای میکنه صفا مروه را که میایم اینا انا اینجا دیدن طهارت خونه ابو جهل ای درش نیم میای انا ای درش ده انا می درج دستن انا اینجا اونم هست که چیزی نوشته گه این همجا پایانکش پای منچک دارن پای منچک وقتی یا پایان های دامزم یا پایانم پای منچک وقتی اینم دیم بولو اینم حوزه کرد ولی من شما رو میرم من پیش نشون میدم و اگر شما دقت کنید این طرف ده میبینه خونه پیغمبرمون محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم این خونه شه اینجا خونه پیغمبرمون این پایان ترک میخوامیم خونه ابو جهل دیم آشیانه ابو جهل ده چیز چورای گم شده ای یکم آشیانش طهارت خونه همه نه ما ای دور نشون داده که بابا فهمید ای پیش هم میریم ولی بنوار میگیریم خب اینا خونه پیغمبرمون محمد صلی الله علیه و سلم این اینجا میریم خونه ابو جهل اینم چیز سه چهار پنجه دیگه خونه ابو جهل دوستان عزیز یک بار دیگه 100 دقیقه میفهمونم خونه پیغمبرمون این خونه رسول الله اینجا اینم تا اون استگ میای اینا میزدن که شما میبینین پای منچکایی که شما میبینین انا میجا خونه ابو جهل انا خونه ابو جهل بالا دا پلیس یعنی مکتب میگن یا هم مکتبه مکتبه که چیز چورت گم میشه یا که آدمات گم میشه همش اینا اینجا میورن مثال با چند جا دارن لیکن اینجا اساسی بعضش بگیم همینجا اینا میاد چیز چورشون گم کردن خشام گم شده گن نمیان نه این پایانش این طرفش طهارت خونه ای اونجا ای صفا مروه میبروی اینا میای ایتر راست اینجا میبرویم بچه‌ها این تا میبرویم اینا خانه ابو جهل اینو برادر یا بام اینو دیدم پای منشکا میبرویم ایتا میای ماشاءالله ماشاءالله اینجا که برو اومدی برادر خب اینجا که برو اومدی فراموش نکنیم با این یه بار دیگر نشونتون میتون این ساعت این اومده را این هم بالا نام که میایی اون طرف چقدر گفتم صفا مروه خونه خدا حرم این میایی اینا اینجا باید اینا خونه رسول الله اینا بالا ده همه پرابلمات حل میکنه اینجا رو شفته سبیدیم در تقریمون خیلی چی گب نداره انا این تلفایی که شما میبینید انا این اوچرتی که شما میبینید همه یا تلفن گم کرده گه یا وای انا میجا اینجا ده خیلی باینه یا مرد برک و مرد آرکان یا خیلی هاشده ما کار نداریم انا میجا ده چه تلفن گم کردگی چیز گم کردگی انا میجا اینا کلکش دستن اینا چیزی که گم کرده انا میجا برادر آیتون نبود فراموش نکنید چیزی که گم کرده اینا نه که ساعت تلفن سمکا همه اینا میجا خواستم که امیرا شما دا بگم که گفتنم اگه چطور گم میکنه در همینجا پیدا کنیم حاضر هذا اللي خسيته هذا خدم هذا سب اینجا جای تلفن ها اینجا جای ساعت ها اینجا همش جای ساعت ها
اینه داره ببینید ساعت و تمام چی هست اشکی ساعت و درون یک کلون هست که در تقدیر ما باید در تقدیر ما محکم بوده. من برادرها را آمدیم دیدیم ده مقصد چیزی که دیدم ما را گفته استم از یک بار تلفن رو نشانتون بودم 1 minute 1 اینجا کشیلوکو بودم रोज ना किस पड़ेगी برتقالي اسود اورنج نه برادرو تمام چطوری نمیگه اینا با ما خواهش کردم که عبور همجا ما ببینیم گفته اینا همه چطور خب اینجا جای کشیلوکو انا که اونجا جای پلیس اینجا جای مردکا براکو این تای درخت هم نه میدونم نکیم که آدم های گمشدگی میشینن اینجا یا کاریگرها میشینن اینجاش نمیدونم که اینجا شاید چیزایی که نمیدونم میگم که نمیدونم اینا اینجا تای درخت ها آدم های شتگی اینا خلاصه گپ ایتون نبروی برادرو چیزتونه که گم کرده دینا اینا میجا همه چین هم درونده هست همه چیشن هم درونده تلفونتون ساعتون اشکیتون کشیلوکتون پل تمامی چی اینجا ده همو با همو شیعه مکتبه گفتم که هم مکتبه میایین همجا ده نام نویس میکنین در هم میوان میتین خب با دقت گوش میکنیم فراموش نمیکنیم این همینجا خونه ابو جهل میگه همه نشون میتر خونه ابو جهل اینو بینیم ماشین هم بالا میبروی بویا این همینجا ده همو تلفن پل چیزایی که هم قیمت بها دارن تیلا نقره چیزی که هست همش در اینجا این اینجا جایی که آدماتون گم شید نام نویس میکنید فراموش نمیکنین خاص به خاطر حالا خواست من برنامه را کنم و بسیار آدما گم میشن گم نکنین اینجا جای گم شدن نیست جای خواطری نیست جای تلخ کفی نیست همه زیر نظارت های سربلند خانواده باشین خداوند یار و مددگارتون خداوند بزرگ همه تونو به خانه زیباش دعوت کنید خداوند یار و مددگار